سلام و وقتتان بخیر. خدا کنه که جور و صحتمند و سرحال باشین و عید بر همتان مبارک. امید دارم روزای خوب خوش عیدی را سپری کرده باشین. امروز یک جوان توانا، ورزشکار و همچنان بچه خوش اخلاق که یک تن از ورزشکارای کشور ما در بخش علمی است با خود داریم. سلام بر شما جناب ارسلانی، خوب هستین؟ صحتمند؟ من خیر قدم سلامت هستم و نمی‌کنم استادم کارانو ترس نمخ که دی کوشنی اختر مبارکی و ټول هیوادوالو. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. چطور گذشت رمضان؟ رمضان خوب گذشت دیگه، خوب بود، آسان بود. گرفتی خود روزه؟ چطور نگرفتیم روزه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. همراه خلیل جان یگان شوخی را می داشته باشیم در جریان برنامه. دوستای عزیز خدا کنه قهر نشین. نه خدا نکنه. بسیار خوب. خلیل جان روزا عیدتان چطور سپری میشه؟ دو روزی چطور سپری شد؟ کجا رفتین؟ عیدی دادین یا عیدی گرفتین؟ خوب سپری شد دیگه. یعنی دو روز دیگه رفتیم چکرم رفتیم دیگه. عیدی حال دیگه کلان شدیم دیگه. حال عیدی میتی بخیر؟ عیدی میتی، حال عیدی نمیگیره. بسیار خوب. چند عیدی دادی؟ کی عیدی دادی؟ خود دیگه 50 روپا و 100 روپا و 20 روپا و اینمی بدرزاده و خوارزاده. شک والا خرابات کرده جناب ارسلانی. ارسلانی عزیز چند ساله هستی و در کجا تولد شده؟ من 17 ساله هستم، در کابل تولد شدیم. در کابل؟ در کدام قسمت کابل؟ در قسمت کارتنا. کارتنا. و همونجا فکر کنم زندگی همونجا چقدر وقت میشه که چقدر مدت میشه که ورزش میکنه؟ مدت 8 سال میشه که من تمرین میکنم. بسیار خوب، 8 سال ماشاءالله. چند پیروزی و چند باخت دارین در کارنامه خود؟ در اماتور خو دیگه بیخی سام نگرفتیم. مسی بالا است اول پروفشنال. سی برد بالا، برد یا باخت از بالا؟ برد است شکر ماشاءالله. خو مسابقه ما که در المپیک سم نشد از ما که است تجارتی است دیگه. یعنی مسابقه تجارتی میکنین. بسیار خوب. کدام بخش گفتین سی برد دارین؟ در اماتور. و چقدر پروفشنال است؟ در پروفشنال پوینت فایت کردیم، شکر الحمدلله دوام باخت ندارم. بسیار خوب. اولین مسابقه تان با کی بود و در کجا؟ والا اولین مسابقه خوب یادم میاد اماتور در 2018 در کلاب خود ما بود و توانست داخل کلاب بود. چطور استرس نگرفته بود؟ مسابقه اول در عموم در داخل رنگ که میشه استرس داره؟ در مسابقه اول 2 3 4 استرس دارم دیگه. از اون بالا دیگه عادت میشی. ترس چطور؟ ترس داشتین یا خیر؟ دمو گفتم دمی اول 2 3 4 ترس هست دیگه، بعد از دیگه ترس میپره. یعنی در اولش از عریفتان میترسیدی؟ و هم نمیترسیدیم به خاطر که دمو قفس که داخل میشدیم یا میخوردی یا میزدی، همونش ترس دیگه میپری دیگه. در قصه دوست دارین با کدام حریفتان مبارزه کنین؟ با من فرقی نمیکنه از حریفم باشه. یعنی حالا فعلا با کدام حریفتان، یعنی پس میخواین که دوباره همراهشون فایت کنین یا خیر؟ یار نه نمیخواین. بسیار خوب. شما با کدام ورزش ها علاقه دارید؟ ورزش های مبارزات آزاد، بوکس، پهلوانی. بسیار خوب. میسی دانه؟ هر سهشون تمرین کردی؟ هر سهشون تمرین کردیم. با مدت چقدر وقت بوکس تمرین کردین؟ بوکس کردم، فری فایت کردم. همزمان تمرین میکنم. بسیار خوب. گفتین 8 سال از تمرینتان شده. به نظر شما بهترین ورزشکار مبارزات آزاد کی است؟ نصرت اخبار است. نصرت اخبار است. به کدام دلیل؟ به خاطر که میره در UFC فایت میکنم و یک جای افتخار است به ما. خوش دارید در افغانستان بمانید یا خارج از کشور زندگی کنید؟ خب در افغانستان بمانیم خوب است، به خاطر که در پشتو یک متل است میگه خپل وطن گل وطن. بسیار خوب. چندین نامی از مبارزات کشور ما را براتان میگیریم، کسایی که مبارزات آزاد میکنن. فقط دربارشون یک جمله کوتاه بگویید. باز محمد مبارز، احمد علی اوتک. خب باز محمد مبارز، احمد علی اوتک واردشون فایترای خوب هستن. فایترای خوب هستن. دیگه گفتنی ندارین دربارشون؟ در افغانستانی نه دیگه گفتنی خواست. واحد نژند زکی رسولی خوب هستن، هم خوب هستن. فقط میگن خوب هستن، هم رشته تان از باید کدامش خوب فایت میکنه، کدامش در گراوند گیم خوب است، کدامش استاده خوب است. من چقدر میفهمم زکی رسولی دست پای کار خوب هستن، فیزیکش بالاتر است و فیزیکش که بالاتر از واحد نژند نام خدا خوب پهلوانی داره. نصرت حق پرست یا باز محمد مبارز؟ هر دویش بیشتر گفته این لما بیان که این نصرت حق پرست حالا شده. بسیار خوب، بسیار خوب.
هدفتان به خاطر آینده چی است؟ هدفم به خاطر اینده است که البته در رشته مسلکی که پیش در رشته مسلک در فایت در سازمانهای خوب معتبر فایت کنم و دستاوردهای خوب داشته باشم به افغانستان. بسیار خوب. یک خاطره جالب از دوران مکتبتان اگه بشنویم. خاطره جالب از دوران مکتب نیست. خاطره جالب مکتب خلاص کردین؟ نه مکتب خلاص نکردیم دیگه. متعلم هستین؟ صنف چند؟ صنف ده. صنف ده ماشاءالله. یعنی تا صنف ده رسیدین کدام خاطره جالب از مکتب؟ نه بله. چطور امکان داره؟ بچه شوخ هستی آرام؟ والا بچه متفاوت یعنی از چی لحاظ متفاوت؟ نه شوخ هستی مناسب. یعنی چی میگن در مابین؟ نه شوخ هستین نه عادی هستین؟ بسیار خوب. درس خوان هستین یا تنبل؟ والا درس خوان هستین. درس خوان. چند نمره؟ دیگه در گروپ یک وقت نمره بود. ما مکتب خلاص کردیم نمره بود. حال گروپ در گروپ بی. در گروپ بی. بسیار خوب. جناب ارسلانی، یک ورزشکار عصبانی است یا آرام؟ والا آرام هستیم دیگه، عصبانی نیستیم. با عصبانیت فایت نمیشه، درست چی؟ نه. در میگه رو کاری در بیرون که هستیم آرام هستیم. وقت قفس میریم باز دیگه عصبانی میشه، نری غلط میکنه. بسیار خوب. یک خاطره جالب اگه از رنگ بشنویم از شما، کدام حریفتان بار اول که وقتی که مسابقه را برد کردین چی احساس داشتین؟ کدام خاطره جالب دارین از او؟ میشه از شما بشنویم؟ والا احساس خوشی بود. کدام خاطره دارین از 30 مسابقه که دادن؟ حتما باید یک خاطره باشه. از مکتب خاطرتان آوردین ازی باید یک شب بگید. بله خاطره دارم از مسابقه پاکستانی دوم. من در قفس رفتم وقتی که نفری گفت فایت مکتش روی در رو کشیدم قفس دیگه. مرا یک مش زد، گرات چپ زد. عریفم که بود بوکسر بود، محمد علی واره ای پای خود پیش پس کرد. من گفتم یک دقیقه آرام باش، باز ما تو میبینی. خود در فایت رو میگه اما در فایت گفتم میشه تو دست راشی رقم کردن، گفتم خیر یک دقیقه آرام باش. گفتم نه ما شما گرم آمدیم باز نمی آخرا میبینیم. بسیار خوب. ارسلانی صاحب، الگوی شما کی است در این ورزش؟ الگوی من پیشترم گفتم نصرت اکبرست. نصرت اکبرست. بر ما دلیل پیشتر نگفتیم، بعد چی دلیلی انتخاب کردین؟ به دلیل انتخاب کردن ما بسیار ورزشکارای مجرب داریم که فوق العاده ورزشکارای خوبی هستن. نصرت جان اکبرست طبعا که یک ورزشکار عالی است، خوش اخلاق، جوان واقعا توانایی هستن. دلیلش بر ما بگوین که چی گفته الگوی خود؟ دلیلش است که ماشاءالله خوب دست پای میزنه. یعنی مشت چپش خوشه. گراند گیمش خوبش است یا گراد آکنی؟ یعنی آکنش خوبش است. از آکن که میزنه بازیگری فش خسته نمیتونه پیشش. بسیار خوب. آیا شوق مبارزات آزاد از اول داشتین یا کسی شما را وادار کرد که به این رشته برید؟ والا ما بگویم از اول داشتیم. بیخی این قدوز داشتم مبارزات آزاد. همین مسابقه شب نوارد که میدیدم بازخانه میگفت میگی باید در رنگ وام باشه. بازخانه میگفت میگی نمیدی، میگی وقت ایق خون پر مقفس میبودنی باز تو دیگه فقط دورت میدیدی و باز خوشم میامد. بسیار خوب. کی حمایتتان کرد؟ کی حمایت میکنه فعلا؟ خانواده حمایت میکنن. تا اینجا که رسیدیم خانواده مسکتم. بسیار خوب. آیا از طرف فدراسیون ملی کشور ما حمایت شدین؟ مسابقه ما که مسابقه تجارتی است. اشتراک گفتم که فدراسیون چیز نداره. بسیار خوب. اگه مسابقه را که پاکستانی ما بردم برای حمایت کردن. بسیار خوب. اگه معلومات بتین درباره می مسابقاتتان که میگین تجاریست چگونه دایر میشن و پول نقد شرط زده میشه، دو طرف کیها می باشن که شرط میزنن، یک معلومات به ما بده. خود افغانستان خود تابال این رقم نشده کسی شرط زده باشه و در خارج بیرون از افغانستان شرط میزنه دیگه. این سازمان هست مثلا تو کانتکت میکنه که مسابقه را جور میکنه. مسابقه که اولین مسابقه تان که همی با شرطی بوده گفتی خودتان، با کی بود و با چقدر مقدار پول شرط بسته؟ خب با شرط نبود. اورک ما بردم وقتی که میبرین جایزه یعنی شرطی نیست بالای تا اگه ببازین باید دو نفر شرط نزنه تا بالای. بسیار خوب. من گفتم چطور مسابقات اجازه میدن که شرط بزنن بالای؟ خب از افغانستان بیرون شرط میزنن. از افغانستان بیرون شما هر کدامتون میبرین جایزه نقدی بود؟ جایزه نقدی بود. پاکستانی را گفتن شکست دادین. چقدر باز جایزه نقدی به شما دادن؟ خب همون سازمان والا داد دیگه.
خودشان هر قدر یک تعیین میکردن هر قدم تایید میکنن ما نمقام داده. بسیار خوب. خواستتان از فدراسیون ملی کشور چیست؟ خواست من فدراسیون ملی کشوری است که چقدر وقت پیش مسابقه روسیه بود و مسابقه روسیه بود، متاسفانه مسابقه روسیه که کنسل شد و خواست من است که با فایترهای باید مثال مسابقه شد که باشم بیشترم میگردن پشت ویزا میگردن پشت دیگه چیز. خب مگم این چیز برشان نمیکنه، توجه برشان نمیکنه. یعنی توجه قسمی که چند شب گذاشتم دیدیم در تلویزیون اعلان کردن که به ورزشکارا توجه نمیشه، از پول شخصی خود ویزا میگیرن، از پول شخصی خود تکت میگیرن تا میرن به مسابقات خارجی. گاهی هم شده که شما با این چالش روبرو شده باشین؟ بله، مسابقه بود در روسیه، همین مسابقه پاکستانی را که برد ما از اون مسابقه روسیه شد پشت ویزا زیاد گشت متاسفانه ویزا را دست نآورد. مسابقه کنسل شد. هر کردین که ما میخوایم بریم به مسابقات به روسیه و بعضوام عرض کردیم دیگه و توجه نشد به این خاطر بعضوام خوب شود. بسیار خوب. یک عادت خوب و یک عادت بد ارسلان صاحب میشنوی؟ والا عادت خوب بنده، عادت خوب دیگه عادی دیگه هستیم. نه، یک عادت خوب هر کس یک عادت خوب داره، یک عادت بد داره. یکیش دیگه بر ما بگین از این تیرتان نبرین. والا هیچ عادت ندارم. هیچ عادت نداری؟ بسیار خوب. عادت بدتان چیست؟ اما عادت بدم ندارم دیگه. حالا چی؟ یعنی شما هیچ عادت نداره. بسیار خوب. چند ورزشکار خارجی را نام بگیرید که در مبارزات آزاد عالی باشن و نامدار باشن؟ خبیب، جان جونز، جی اس پی، اسلام. این 4 فایتر است. 4 فایتر. مک‌گریگر چطور؟ مک‌گریگر هم خوب بود دیگه، دم وقتش خوب بود. حالا دیگه مک‌گریگر آخرین مسابقه شدید؟ آخرین مسابقه شدید ما بود. اما آخرین مسابقهش به نظرم که تو چیز بود، پوریر بود. خبیب که خداحافظی کرد، آخرین مسابقهش با کی بود؟ آخرین مسابقهش که گیجی بود. بسیار خوب. برد یا باخت؟ او را خوب برد. کل ما شما دیدیم. مک‌گریگر یک شکست دیدین مسابقه؟ او مسابقه خیلی دلچسب مسابقه بود. بسیار خوب. بجز افغان‌ها دوست دارین حریفتان از کدام کشورها باشن؟ با من فرقی نمیکنه، هر کشور که باشه، روسی باشه، پاکستانی باشه، ازبکستانی باشه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی هیچ کدام فرقی نداره چی افغانی باشه چی خارجی؟ هیچ حسی نیست؟ خارجی خود دیگه وقت خارجی وقت افغانی یکم خوب میباشه. از اونا دیگه خارجی دیگه عصبانی میشه. بسیار خوب. جناب ارسلانی، کدام نوع غذاها را دوست دارین و کدام نوعش آماده کرده میدانین؟ والا آماده خود دیگه آسان ترین غذا که میشه آماده تخم است، چپس است، فقط هم یاری. بسیار خوب. شما در دوران رژیم با مسابقاتون طبعا که آمادگی میگیرین، یک رژیم دارین. در دوران رژیمتون از کدام غذا استفاده میکنین و چقدر مدت استفاده میکنین؟ مثلا مسابقه ما در مسابقه ما 8 کیلو کم میکنیم. ما فعلا ما خودم در 50 8 کیلو جبری است که باید کم کنین؟ باید جبری است کم. یا مثلا حریف شما هستش خودتون چند کیلو هستین؟ ما فعلا 58 کیلو هستیم. 58. حریف شما هست 58. بازم شما باید وزن کم کنین؟ باید. نه، حریف ما 58 یا خودتون خود پایین میارین در 50 خود برابر؟ در 50 خود برابر نمیکنه دیگه. در توسیم اوقات بری با ضعیفت نمیکنه. اگه نمو تو دیگه کم کنی باز دیگه ضعیفت میکنه. میخوایم توسیم اوقات تا بشنویم که چی است. خود توسیم اوقات از میوه استفاده میکنم، از سالاد استفاده میکنم، از چیزای مختلف دیگه استفاده میکنیم دیگه. کم کردن اگه بگوین به جات دوستای ما بسیار شلیدمی هستن که چطور میتونیم وزن کم کنیم، چطور میتونیم با کدام غذا زودتر سریعتر وزن ما را کاهش بده؟ غذایی است که مثلا سالاد که میخوری به تو شیما میته و وزن تو را بالا نمیکنه، که تو سرش تمرین ثقیل کنی یعنی تمرین تا کم میکنه و غذایی که فایبر وزن کم میکنه بخشی. و او نیست او 4 لیتر او تو باید بخوری
بسیار خوب. روزه چی ورزشکار باشی چی فرد نرمال باید روز 4 لیتر؟ ورزشکار باید تمرین کنی سرش دیگه، تو نه که تو بخودی دیگه بشینی تمرین نکنی سرش. پلانتان چیز به آینده چی پلان دارین؟ کجا میرین؟ به کدام مسابقات برگزار شد و کدام شما اشتراک خواهد کنید؟ پلان ما با خیلی است که در 3 کشور شاید فایت باشه: ایران، ازبکستان و روسیه. فقط در این 3 کشور میخوایی؟ گفتین پیشتر در ارزش مسابقه هم کردین؟ در 3 مسابقه نکردیم. خود در روسیه کردین؟ نه دوام نکردیم. مسابقه میکردیم خود متاسفانه کنسل شد. به خاطر پیشتر که ذکر کردین ویزا و یا ویزا. حالا واقعا سخت است. ورزشکار مزاحمت خدا میکشن، آخر یک زمینه ویزا براشون مهیا نیست که اینا همون ویزا رو بگیرن. بله. خداوند مهربان است و فدراسیون همچنان یک ذره توجه ازتون میخواهیم که به جوانای کشور ما توجه داشته باشین تا در رشد کشور سهم بگیرن. و یک سوال دیگر که شما چندم خانه هستین در فامیل شما؟ یعنی چند اولاد چندم خانه هستین؟ من 4م هستم. 4م هستین. بسیار خوب. چند برادر هستین؟ 7 برادر. 7 برادر. رفتش فری فایت است یعنی؟ 2 تاش فری فایت میکرد خودم که یک برادر دیگه خب از برادر دیگه چشمش انگار شد دیگه فقط یک فری فایترش خودتان؟ فری فایتر خودم است. بسیار خوب. پدر جان تشویق تان میکنه در رشته؟ بله همون تشویق از ما است که تا اینجا ما رسیدیم که تشویق اماتان عزیز. بسیار خوب. با چند زبان تکلم کردن میتونید؟ من زبان مادریم پشتو، دری، انگلیسی کمتم. انگلیسی کمتم. بسیار خوب. سفر خارجی خو نداشتین؟ سفر خارجی طوال نداشتین. انشالله که به مسابقاتتان آمادگی گرفتین؟ انشالله. کدام مسابقه هست در نزدیک یا خیر؟ مسابقه با خیر 100% حال دیگه معلوم نیست. یعنی تا فعلا کدام آمادگی ندارین تا بعد از این مسابقات چیزی؟ بسیار خوب. در اخیر باعث یک ورزشکار از شما یک پیام می داشته باشیم به ورزشکارا، به جوانا، برای نسل جوان و نوجوانان. پیام ما است که نسل جوانا را باید تشویق کنه، در درس تشویقش کنه، با تمرین تشویقش کنه تا نسل آینده ما زیادترش بیکار است. باید با درس تشویقش کنه و با تمرین تشویقش کنه. بسیار خوب. یک سوالی که یادم رفت، گرچه پیامتان هم گرفتیم باز خداحافظی میکنیم. در چند کاتگوری شما مسابقه دادین؟ در چند وزن؟ از 28 کیلو تا 50. ماشاءالله. اولین مسابقه چند ساله بودین؟ تقدیرنامه شمالم کته است 9 ساله بودم. 10 ساله. 9 ساله. 10 ساله. فعلا چند هستین؟ 17. ماشاءالله. از اون وقت ورزش میکنم. و فکر کنم در نوجوانان از کل مسابقه شما؟ در نوجوانان از مسابقه. تصمیم دارین به جوانان هم مسابقه بکنین؟ بله شلانی. بسیار خوب. ارسلانی صاحب، بجز ورزش در جریان روز مصروف چی کارا هستین؟ خب در جریان روز مکتب میرم، صبحکی مکتب میرم، بعد صبح دیگه من خانه که من باز پس میرم تمرین، ساعت 5 میرم تمرین میرم. بسیار خوب. مطالعه میکنین؟ بله مطالعه میکنیم. روز چند ساعت؟ روز 1 ساعت مطالعه میکنیم. 1 ساعت. جز کتابای مکتب، کتابای بیرونی و معلومات عمومی مطالعه ندارین؟ والا کتابای بیرونی نه کل توجه سر ورزش از فعلا. بسیار خوب. میایم سر دنیای ورزشتان. می روزانه چند ساعت تمرین میکنید؟ خب در ماه مبارک رمضان روز 1 ساعت تمرین میکنیم، به خاطر که در روزهای عادی 2 ساعت تمرین میکنیم، به خاطر که وجه اسپارینگ است. در ماه مبارک رمضان اسپارینگ نیست. بسیار خوب. هفته چند نوع تمرین؟ یکی گفتین پهلوانی است، بوکس است و همچنان مبارزات آزاد. یا را به توسیم اوقات پیش میرین؟ یک هفته یکیش، یک هفته دیگرش، و یا خیر در یک هفته میکس سر کدامش تمرین میکنین؟ نه به توسیم اوقات پیش میرم. شنبه بوکس میرم، یک شنبه فری فایر میرم، دوشنبه پهلوانی میرم، سه شنبه باز فری فایر میرم، چهارشنبه باز بوکس میرم، چهارشنبه فیتنس میرم. در حدود هفته چند روز میشه؟ 6 روز کل تمرین میکنید. بسیار خوب. تغذیه ورزش چطور؟ مثل ورزش پرورش اندام فیتنس گرانبهاست ورزش یا خیر؟ تغذیه ورزش دیگه فیتنس به خاطر مصرفش زو بالاست. چطور فری فایت مصرفش بالاست یا خیر؟ اقتصادی است ورزش؟ اقتصادی است. والا من چقدر میبینم مسئولش که فری فایت
مصرفش بالاست. هر ورزش مصرفش بالاست. سر خود که مصرف یعنی کنی باید دیگه. ورزش پرورش اندام خب نام داره در مصرفش، از طبعا سراسر از اون مصرف است. یعنی گفتم فری فایت هم هزینهش بالاست یا خیر؟ بالاست تا که سر خود مصرف نکنی نمیرسی. در روز چقدر ماهانه سر بدنتان مصرف میکنی؟ والا دیگه حساب نگرفتیم برای دیگه. هیچ حسابش نگرفتی؟ نه، یعنی زیاد حساب مصرف نگرفتیم. میکنی؟ شاید زیاد شاید کم. بسیار خوب. خودتان کدام کار و بار شخصی هم دارید و یا گفتین قسمی که بیشتر ما گفتین فقط ورزش و درس؟ والا کاروبار شخصی ندارم دیگه، مخالی ورزش از درس است. پدر جان از حمایت میکنه. پدر رو. بسیار خوب، زنده باشن. بیشتر معلومات ندادین بر ما در جریان مسابقات در طول روز چند ساعت تمرین میکنین؟ مثلا شما 2 هفته بعد مسابقه دارین، بر ما گفتین وزن کاهش میتین، چند ساعت باید تمرین کنین؟ باید دیگر 2 ساعت تمرین میکنیم، با صبحکی که دوش میریم 1 ساعت تمرین میکنیم، جمله دیگه 3 ساعت می 3 ساعت هر روز. هر روز تمریناتتان متفاوت است یا فقط مبارزات؟ متفاوت است. پارتنرتان کی است؟ پارتنرم دیگه در کلاب حسین است. حسین. فیزیک خودت بالاست یا حسین جان؟ میبینید آن مقصد؟ دیگه دوستان میبینه. فیزیک کدامتان بالاست؟ فیزیک خودم بالاست. گاهی شده ما خودم همچنان تمرین کردیم، گاهی شده که در جریان تمرین گفته هم مردم ها یک مشت نکاوتی خورده باشی و با زمین افتیده باشی. والا شکر الحمدلله تو مشت نخوردیم که ضعف کرده باشم. در مسابقاتتان نمیگم، جریان تمرین داخل جریان تمرین تو مشت خوردیم که گنگ شده باشم، چشمایم سیاهی کرده باشه دیگه، ریسیسو میبینم کل گس پیشم گم شده باشه. باز دست خود گرفتم در دیوار، بازم یک کنجا شیشتیم. بسیار خوب. به نظر شما خطرناکترین مشتی که میتونه یک ورزشکار زود از پای در بیاره کدام مشت است؟ خود از هر کس دیگه یک راز است میگه. حالا هر مایک تایسون خو فکر کنم گراد بود، با گراد چپ. من که فکر میکنم چپ بود یا پرکت چپ بود. دیگه یک راز است دیگه، نفر نمیگه که این مشت من رنگ است و این مشت. نه، شما از نظر ورزشکار که هستین، یک نظر از شما خواستیم کدام مشت بسیار خطرناک است وقتی که میخوره حریفت 100% 99% نکاوت میکنه؟ من چه میبینم مشتای آکن خیلی خطرناک است. کدام قسمت؟ در لاشک خود نکاوت؟ نه دیگه نکاوت است. بسیار خوب. خوش شدیم از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما. سلامت باشین. خدام رنجه فرمودین که مهمان ما شدین. دوستای عزیز، این بود برنامه ویژه ایدی ما با ارسلانی صاحب. من فواد شریفی مهمان خانه های شما میشم. شما را به خداوند پاک بی‌نیاز می سپارم و همچنان روزای خوب و خوش عید برایتان آرزو دارم. در کنار فامیلتان همیشه لبخند را فراموش نکنین. شما را به خداوند پاک می سپارم. خداحافظ، نگهدار شما.